بله. اگر زیاد شد عرض کنم خدمت شما که تونل رسالت بالاخره بعد از سالها پرده برداری شد. نمیدونم جای تبریک داره حتما. البته تونل خیلی وقت بود آماده بود. من در یکی از دوستان شهرداری پرسیدم تونل چرا پرده برداری نمی کنن؟ و دنبال یه مرد میگردن که بتونه تونل رو پرده برداری کنه. دیشب از تونل رسالت تا پرده برداشت شهردار محل، گفتم این کار هر کس نیست. بارکالله، آفرین، ایول. حالا باز تقارن این افتتاح تونل با روز زن خودش مقوله است که بماند. گفتند که تونل رسالت در روز زن افتتاحش افتاد. گفتم که به روز مرد حتما مفتوح کنند برج میلاد. هر ناطق دو پای که آدم نمی شود، هر گوش خر که لایق و محرم نمی شود. آن کس که گفت نوکرتم نارفیق شد، هر همرهی که مونس و همدم نمی شود. هر کس که دستمال به سر بست از ریا، بی درس و فحص شیخ مسلم نمی شود. هر مدعی که لاف اناالحق زند گزاف، رویش به من بمیرم و تو کم نمی شود. شیر است لیک بی دم و یال و سر و شکم، شیر علیل نقش به پرچم نمی شود. هر تیغ خونفشان دو دم ذوالفقار نیست، هر چشمه ای که زمزم و کوثر نمی شود. هر گنبدی مدائن و هر کاسه جام نیست، هر جام جام آینه جم نمی شود. هر دزد بین راه که یعقوب لیث نیست، مرد گشاد باز که حاتم نمی شود. هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست، هر کس رطب فروخت که میثم نمی شود. هر اهل بخیه‌ای که قبادوز شاه نیست، هر بی پدر که عیسی مریم نمی شود. با 100 زبان چرب ببخشید و معذرت، بر زخم کهنه گشته که مرهم نمی شود. گفتم بگو ز واژه آزادی و رفاه، گفتا عسل و خربوزه توأم نمی شود. این طرفه شعر چادر بیبی نشد که هیچ، تنبان پای خالقزی هم نمی شود. حال و شکم گرسنه بود، شعر نغز چیست؟ خرما و خر به جان تو با هم نمی شود.